من مهمترین موضوع که به نظر من به عنوان پسر تجربهش نکردم و بهش فکر میکنم اینه که شما در هر ماه تقریبا 1 هفته درگیر اختلالات هورمونی هستید. حالا درگیری بدنی دارن، خستن. من اگه 1 هفته در ماه هم نداشتم این شکلی، اینجوری بودم که خب من شاید اصلا مدالم نمیگرفتم. یه تیکه هم نیست بگیم یه سرماخوردگی یه مریضی مداومه، همیشه هست. درسته یه بازی از وقتتون میگیره، ولی خب مثلا تو 1 روز 2 روز نهایتا خیلی فشار روت باشه با قرص و اینا دیگه روزای بعدی اوکی میشی، یعنی میتونی کنترلش بکنی هر جوری که هست. دوما حالا 1-2 روز وقت تلف کردی تو ماه، قرار نیستش که ماهت کلا از بین بره. الان مثلا بچه با خودشون فکر میکنن که وای من چون دخترم این بازه رو ندارم عقب میمونم از پسرا. خب پسرا هم خیلی حتی ممکن بیشتر وقت تلف کنن. مثلا بعد کلاس میرن فوتبال بازی میکنن تا 9 شب مثلا. چون شاید اگه دخترم بودم میدونم دغدغه خاصی نیست، خیلی چیز روتین و ردیفیه. نکته دیگه هم که هست، بعد از تمام شدن سیکل پایدگی اتفاقا یه سری هورمون‌های ترشح میشه که دخترها انرژی بیشتری از همیشه دارن و حتی بازدهی درس خوندن و ایناشون هم از حالت عادی هم حتی بیشتر میشه. واقعی؟ آره واقعی. چقدر باحال. یکی از دلایل دیگه که دوست داشتم دختر باشم الان به لیست اضافه شد.